در دنیای امروز، سلطه بر آسمان یعنی برتری در میدان نبرد و این سلطه در دستان جنگنده‌هایی است که سریع، مرگبار و فوق هوشمندند. بیاید با هم 10 جنگنده برتر جهان رو بشناسیم. شماره 10. F-17 Thunder ساخته چین و پاکستان، ساده، سبک و بسیار مقرون به صرفه، سرعت 1.6 ماخ، قابلیت ارتقا بالا و گزینه محبوب برای کشورهایی با بودجه پایین‌تر. شماره 9. Eurofighter Typhoon جواهری ساخت آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا، چند منظوره، سریع و با سیستم‌های پیشرفته، سرعت 2 ماخ در مأموریت‌های واقعی، قدرت خودشو اثبات کرده. شماره 8. دسالت رافال افتخار صنعت هوایی فرانسه، مجهز به رادارهای پیشرفته، سیستم‌های جنگ الکترونیک و طراحی آیرودینامیک در عملیات‌هایی مثل سوریه و لیبی خوش درخشیده. شماره 7. -15 ایگل اکس افسانه نبردهای هوایی، سرعت بالا، ظرفیت حمل سلاح بی‌نظیر و رکورد شکست ناپذیر در درگیری‌ها، بالای 100 پیروزی هوایی بدون حتی یک شکست. شماره 6. -35 فلانکر جنگنده قدرتمند روسی، سوپرمانور، رادار قوی و موتورهای قدرتمند، قابلیت حمل موشک‌های بارد بلند و تهدیدی جدی برای جنگنده‌های غربی. شماره 5. -18 سوپر هورنت ستون نیروی دریایی آمریکا، قابل استفاده از ناوهای هواپیما بر عملکرد درخشان در جنگ عراق، افغانستان و سوریه، ترکیبی از قدرت، دقت و انعطاف عملیاتی. شماره 4. چنگدور -20 می دراگون اژدهای پنهان کار چینی، جنگنده نسل 5 با طراحی مرموز، قابلیت رادارگریزی و قدرت بالا. چین میخواد با این پرنده سلطه آمریکا رو به چالش بکشه. شماره 3. -57 فلان پاسخ روسیه به نسل 5 طراحی تهاجمی، فناوری رادارگریز و قابلیت پرواز با هوش مصنوعی. سوخو 57 جنگنده‌ای برای آینده نبردها. شماره 2. -35 لایتنینگ ای گرانترین پروژه تاریخ نظامی آمریکا، چند مدل، چند مأموریت و چند کشور، رادارگریز، چند منظوره و فوق پیشرفته، صدای آرامش قبل از طوفان. شماره 1. -22 رپتور بی‌رقیب در نبرد هوایی، سرعت 2.2 ماخ، رادارگریزی مطلق، مانورپذیری استثنایی و هوش پروازی بی‌نظیر. آمریکا صادراتش رو ممنوع کرده چون رپتور فراتر از استانداردهای جهانه. جمع‌بندی در میدان نبرد آینده، این جنگنده‌ها هستند که آسمون رو کنترل می‌کنن و اونهایی که آسمون رو در دست دارن، زمین رو هم خواهند برد.